سلام. آقا من مهران مدیری هستم، از قرعه کشی برنامه دوره همی دارم تماس میگیرم. سلام آقای مهران. قربان شما، خیلی ممنونم. شما در قرعه کشی ما شرکت کرده بودید. بله. اهل کجا هستین؟ من گنبد کاووس. گنبد کاووس. شغلتون چیه؟ من پیشی موتوری هستم. الهی قربونت برم. شما برنده یک دستگاه BMW شدید. من یه نفری نمیتونم اینقدر دست بزنم. خیلی ممنون. قربون شما. باهاش چیکار میکنین؟ اگه قسمت کن بعد برای خونه آها، یعنی میفروشینش، از پولش استفاده میکنین. بله. خیلی هم عالی. خیلی مبارکتون باشه. باندازی نمیخواد بابا، خدا هست، خدا ما رو نگاه نمیکنه. این حرف رو نزن، خدا همه ما رو نگاه میکنه.